اولین نمایش لباس مردانه از سوی تعداد مدل و دانش آموختگان دانشگاه بلخ در مزار شریف، نمایش که به منظور سنت شکنی و حمایت از تولیدات داخلی در جشن فراغت دانشکده ادبیات زبان پشتو راه اندازی شده است. میگویند در تلاش تغییر و انگیزه دهی به سایر جوانانند تا رشته های دلخواه خود را فرا گیرند. ما جوانان هم باید در این عرصه ها فعالیت های از خود باید نشان بدیم. ما هم میتونیم برای مردم نشان بدیم که ما از مدل شده میتونیم و میتونیم لباس هایی را که خود در وطن ما تولید میشه او را روی کار به مردم نشان بدیم که ما چنین لباس هایی داریم. چیز خوب است، بازم در افغانستان اونقدر مروج نیست، منتها امیدوار هستیم که در آینده نزدیک به خیر جوانان آشنایی پیدا کنند. 6 مدل لباس‌هایی را که توسط خیاطان افغان در بلخ دوخته شده بر تن نموده و به نمایش گذاشتند. میگویند با این نمایش نخستین گام را برداشتند تا حضور دختران و پسران علاقه‌مند مدل شدن افزایش یابد. تشویق جوانان در کل می رو به رشد است، از هر لحاظ، از لحاظ فرهنگی، از هر لحاظ. یعنی ما میتونیم گفته که از دیگر کشورها کم نیستیم. اگر نیروی جوانی خود به کار بیندازیم خلاقیت های بیشتر ما می داشته باشیم، چی در عرصه مدلینگ، چی در عرصه تحصیل، در هر عرصه که باشه. شمار از دانش آموختگان هم برای حمایت از مدل ها لباس هایی را به تن کردند و در صحنه حضور یافتند. داشتم سالهای اول کم بود، خوشبختانه امسال به تعداد 40 نفر که 7 تا دختر است امسال به خیر فارغ شد. این اولین نمایش لباس است که در جشن فراغت یکی از دانشکده های دانشگاه بلخ راه اندازی می شود.